این یکی از وحشتناکترین شرایطی بوده که وجود داشته. توی روم باستان دستشویی رفتن به معنای واقعی یک کابوس وحشتناک بود. تصور کن وارد جایی میشی که 10 نفر به صورت همزمان خصوصی ترین کارشون رو کنار همدیگه انجام میدن. زن و مرد بدون هیچ گونه حریم خصوصی. اونا شونه به شونه همدیگه می نشستن، گاهی با هم صحبت میکردن و همزمان کارشون رو انجام میدادن. رومی ها برای تمیز کردن خودشون از وسیله‌ای به اسم ترسوریوم استفاده می‌کردن. اسفنجی که به یک چوب وصل شده بود و توی یه سطل آب و نمک قرار داشت که همه به صورت مشترک ازش استفاده می‌کردن. در واقع اون یک کابوس واقعی بهداشتی بود. شدت بو توی این دستشویی‌ها واقعاً وحشتناک بود. اونا کاملاً بسته بودن و هیچ پنجره یا تهویه‌ای نداشتن و بهترین محل برای رشد باکتری‌ها و حتی بیماری‌های واقعاً مرگبار بودن. در واقع هر بار وارد شدن به یه دستشویی رومی میتونست مساوی با مرگ باشه، چون عفونت‌ها خیلی سریع پخش میشدن و بهداشت تقریباً وجود نداشت. اینجا عجیب ترین اتفاقا و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنیم. پرشن پلاس رو دنبال